اگه گاهی توی زندگی آدم بدی به پستت میخوره، ناراحت نشو، قصه نخور. آدمهای بد در واقع نقش هدایتگر زندگی رو به عهده دارن. زندگی یک جاده است و آدمهای بد مثل تابلوهای این جاده هستند. اونها بهت میگن از کجا بری و از کجا نری. خیلی ساده است. وقتی یه آدم بدی به پستت میخوره 2 تا درس برات داره. اینکه تو متوجه بشی چقدر خوبی و اینکه مسیر زندگیت باید عوض بشه. حتما بارها شنیدید که میگن عدو سبب خیر شود. همه ما توی زندگیمون آدمهای بدی سر راهمون سبز شدن که باعث شدن از یه محل کار بیرون بیایم، از یه زندگی بیرون بیایم یا به نحوی مسیرمون رو برای ندیدن اونها تغییر بدیم. پس حضور آدمهای بد توی زندگی اگه خوب بهش نگاه بکنی یه نعمته. اونا در واقع فرصتهای بیشتری رو سر راهت قرار میدن و گاهی باعث میشن بیشتر از دایره راحتیت بیرون بیای.